یه دنیای دیگه. اینجا دیگه کجاست؟ وات؟ یه دونه بلاک. برو پایین. برو پایین. اینجا یه دنیای کلید؟ یه صندوقچه میتونم بازش کنم. او مای گاد، یه آیتم. و خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. داخل این ویدیو من قراره که 100 روز روی ماینکرافت وانبلاک زندگی کنم و این دنیا داخل ورژن 1.21 ساخته شده. اهداف من اینه که بتونم خودم رو فول دایموند کنم، روی این یه دونه وانبلاک دنیای قشنگ خودم رو بسازم و در آخر اندر دراگون رو بکشم که ساختن پورتالش سخت ترین کاری بود که تو عمرم انجام دادم. امیدوارم از دیدن این ویدیو هم کلی لذت ببرید و بریم سراغ این ویدیو. ما الان داخل این جزیره وانبلاکیم و هیچ چیزی دور و بر ما نیست و تنها چیزی که قرار ما رو نجات بده و بتونیم دنیای خودمون رو بسازیم همین یه دونه بلاک. باز دوباره داره آیتما پرت میشه این ور اون ور و من نمیتونم از این عذاب الهی راحت بشم. خدایا وای، داره همه آیتما میفته پایین. مگه میشه؟ بذارید من یکم اینجا رو بزرگتر کنم، داره دهنم سرویس میشه. اوکی، بهتون قول میدم که این وانبلاک با تمام وانبلاکایی که تا حالا دیدید فرق میکنه، چون مرحله ها و فیزهای جدید داره و کلی آیتمای جدید. از اونجایی که ما داخل ورژن 1.21 هستیم، آیتمای جدید هم به بازی اضافه شده و امکان داره هم از اون صندوقچه‌های مخفی که داخل ورژن 1.21 به وجود اومده ما پیدا کنیم. اوکی، من باید این بلاک‌ها رو یکی یکی بکنم و تا جایی که سراغ دارم تا لول 30 به ما قرار خاک بده و هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. وارد مرحله دوم شدیم که به ما قرار چوبم بده فکر کنم از این به بعد دیگه. اصلا من به اینجا اعتماد ندارم. بذارید یه کار میکنیم، اسلب درست میکنیم، اینا رو هم استیک میکنیم و این دور و بر رو باز بزرگترش میکنیم. برای این وانبلاک بچه‌ها من خیلی ذوق دارم. از اونجایی که جدیده و قرار آیتمای جدیدی به ما بده، من خیلی دارم حال میکنم و هنوز شروع نشده خیلی انرژی دارم. و یه چیز باحال میخوام بهتون راجع به این وانبلاک نشون بدم. ما میتونیم خودمون سپلینگ بسازیم، میتونیم خودمون کابلستون بسازیم. من اینو نمیدونستم، همین الان اینو دیدم و هر 4 تا دونه بلاک خاک به ما 2 تا کابلستون میده و هر یه دونه بلاک خاک به ما هر یه دونه بلاک خاک به ما یه دونه اوک سپلینگ میده. که بذارید من اینجا برای خودم یه سری آیتمای جدید درست کنم، از جمله کلنگ و یه دونه سپلینگ داریم. اوکی، از همینجا ما میتونیم یه راهو بکشیم دیگه. دوباره راه کشی و این چیزا قرار شروع بشه. وای وای وای، افتاد پایین. خدا دیگه الان بعید بدونم واقعا آیتما بیفته پایین. اینجور که داره بازی به ما نشون میده، ما تا الان 60 بلاک کندیم و تا 150 بلاک احتمال همینجوری خاک و چوب قرار به ما بده با این ماست بلاک. خب فعلا هم اینجا چند تا بلاک خاک. شت، خواستم بالا بذارم، ریدم. اوکی، مهم نیست. بعدن که آبگیرمون اومد اوکیش میکنیم. اینجا یه دونه سپلینگمون رو بکاریم. اینجا امشب و تا صبح سعی میکنیم همینجوری وانبلاک رو تونتون ما بکنیم که تا لول 150 برسیم، ببینیم چه اتفاقی قرار برامون بیفته. برو بریم. اوه شت، سلام. تو دیگه کی هستی مرد مومن؟ تریدری. اوکی، یه دونه تریدر ما داریم اینجا که به ما آیتمای جدید میده. ما میتونیم با خاک هم حتی با تو ترید کنیم. 17 تا به درت بدم بهم 6 تا سید میدی. ایول، تو فعلا همینجا میمونی تا من بتونم آیتمای مورد نیازم برای ترید با تو رو به دست بیارم. بریم به ادامه کندنمون برسیم تا این برسه به لول 150. ببینیم بعد لول 150 قراره چه اتفاقی برام بیفته. این دورور ما یکم الان بزرگتر شد و اینکه دیگه هیچ به بلاکی قرار نیست بیفته پایین. و یه چیزی که منو خوشحال میکنه الان، اگه این حاجی به من سپلینگ اسپروس بده چقدر خوب میشه. داشتم میگفتم یه چیزی که منو خوشحال میکنه اینه که لاکی بلاک نیست این بلاک و با کندنش احتمال اسپان شدن TNT تو صورتت وجود نداره. خوبیش الان همینه. جالب، دیفیکالتی روی هارده. وایسا ببینم، دیفیکالتی روی هارده و از قضام کم نمیشه. ایول، من اگه بچا با این اینا رو الان فهمیدم چیه. 20 تا دونه گلد من به این بدم، توی بار بعدی که ویلیجر تریدر اسپان بشه تو این دنیا و من ببینمش، همراهش مثلا گوسفند اسپان میشه. اگه اینو بخرم همراهش گرگ اسپان میشه و خیلی خوبه. اینجوری شب من میتونم بخوابم. ولی مشکل اصلی اینجاست که ما گلد نداریم و من نمیدونم تا لول چند قرار برسیم که گلد داشته باشیم. یکی از بزرگترین مشکلاتمون الان همینه. بالاخره اولین سپلینگ و دومین سپلینگ. جی من الان دنیز شانس داخل کامنت ها.
اوش تو چرا پرت شد؟ اوه شیت، الان فهمیدم چی شد. هر چند تا فیزی که ما رد کنیم از این امکان داره این تریداش عوض بشه و دوباره اسپان بشه. اوکی خب ما الان مثل اینکه گوسفند رو از دست دادیم فعلا. پس ما اینجا اینو میبینیم، هر چیز ازش بخریم به نظر میاد سود کردیم. وایسید ببینم چرا این پایین روزا رو نزده. من مود دی کانتر رو آف کردم. و اوکی بریم بکنیم دوباره تا صبح. آقا وارد فیز سوم شدیم که شده 750 تا بلاک و اینکه بله بالاخره داره به ما سنگم میده. این همه برگ درخت اسپروس داد اما یه دونه سپلینگ اسپروس تراب نکرد. مگه میشه؟ بالاخره تو جات عوض شد. وایسا ببینم. اوه پشمام چه همه ترید جدید. بیا ببینم تو از اونجایی که ویلیجری و احمقی هر لحظه امکان داره خودتو وایت کنی. تو به من چی میدی؟ صبر کن ببینم. تنها کاری که میتونم الان با تو انجام بدم اینه که ازت آیرون بخرم. خب بعد باش ترید کنیم ببینیم این تا کجا قراره مثلا آپگرید بشه و چه اتفاقی بیفته اینجا. من الان 17 تا دونه در جمع کردم تا تو ترید تو عوض نکردی هویجو بده به من. خب اوه پشمام اینجا چیز داره، ادوانسمنت های جدید داره این دنیا. مگه میشه؟ خیلی خوب بذارید ببینم. ویجیتریان آپشن چه سمیه. بعد 64 تا هویج من بخورم. اوکی پس ما الان اینجا به غیر از این که باید 100 روزمون رو تمام کنیم یه چالش دیگه هم برای خودمون داریم. تمام کردن ادوانسمنت های این بازی. البته اگه بتونم اینو لای پرانتز بگم باز بعدن نگید اوه دنیز چرا نتونستی بذاری دور و بر اینا رو یکم من بزرگتر کنم که درخت اگه رشد کرد سپلینگشون نیفته پایین یا اگه لوتی از درخت‌ها قرار به نصیب من بشه. اوکی بارون هم داره بند میاد اینجا. وایسا ببینم اینجا چقدر خوشگل شد. هنوز هیچ کار نکردیم. وات من هنوز هیچ بیلد و هیچ کار خاصی انجام ندادم. اینجا چقدر داره قشنگ میشه. الان من این هویجا رو برمی‌دارم اینور رو شخم میزنم و هویجا رو من شروع می‌کنم به کاشتن. تو چرا اونجا اسپان شدی بچه؟ حالا اگه میافتادی داخل وید من چیکارت می‌کردم تو رو؟ دوباره تریدای جدید و ببینیم این دفعه بازی برامون چی پخته که هیچ کدوم از اینا رو نمی‌خوام. واقعا تریدات آشغاله. اوکی من الان روی لول 620 ام. اگه الان دقت کنید الان شد 621. من برم اینو تا 750 برسونم و ببینم چه اتفاقی قرار بیفته و آیتم جدیدی که قرار اضافه بشه به وان بلاکمون که داریم میکنیم چیه. اوکی اومدیم لول بعدی. الان 751. این دفعه رفت استپ 4 که تا 1500 تا بلاک ما باید بکنیم. بگو که یه اور جدید. آها جی بالاخره آیرون. بالاخره این آیرون لعنتی رو ما داد و این دوباره رفت یه جای دیگه و تریدای جدید. این 4 تا آیرون رو بهت میدم، 14 تا دونه بون رو ازت میگیرم. فقط من میخوام همینو بدونم که اینا ترید جدید انجام میدن یا نه. من همینو میخوام مطمئن بشم. اگه من مثلا لولش رو ببرم بالا این ترید کوارتز کوارتز چیه؟ پل. الان سوالی که داخل ذهن من بچا به وجود اومده اینه که این داداشمون اگه من باش مثلا ترید کنم از یه حدی بیشتر که این پر بشه این و اگه این قرار همینجوری به من آیتم بده، من نمیدونم حاجی. من کرمم گرفته تو رو ببینم چی میدی به من تو دلقک. من واقعا از خودم عذر میخوام اگه بعدن کمبود آیرون داشته باشم ولی اینم بده به من. تو الان باید طبیعتا آپگرید شده باشی و برو بابا شوخی میکنی باهام. فقط ارزونش کردی حالا که مثلا آپگرید شدی. تریدای جدید باز نشد. من کل آیرونامو دادم سرت هیچی. الان اون پلنی که داخل ذهن من بود گفتم اگه من اینو لول آپگریدش کنم احتمال داره مثلا تریدای جدیدی برای من باز میکنه. همچین اتفاقی نیفتاد و الان دارید میبینید دیگه صرفا ارزون ترش میکنه برام. خب پس با این اوصاف ما دیگه تو فکر آپگرید کردن ویلیجر نیستیم دیگه. یعنی ویلیجری اسپان بشه من دیگه نمیرم تو کلک آپگرید کردنش برای آیتم جدید و هر چیزی که به کارمون بیاد ازش میخریم. چیزایی که به کارمون نیاد الکی خرج نمیکنیم. خب باز خوبه این داره بهمون آیرون میده میدونید و اینکه مشکل آیرون باز بعدن قرار نیست داشته باشیم. اوکی باز تو دوباره تلپورت کردیم و دلقک. اوکی تو الان داری به من گلد میدی 2 تا در عوض 33 تا دونه درت و خیلی زیاده. یعنی من با کل اینا رو بدم کلا بهم 4 5 تا بیشتر نمیرسه. 1 2 3 یعنی اگه آبگیر من بیاد اینا خیس بشه دیگه راحت اینا رشد میکنه و دیگه دشواری چیزام نداریم. دشواری غذا. بچه‌ها من با این اوضاع مریضی اومدم دارم ویدیو میگیرم و صدام یه جوریه. امیدوارم اونقدر صدام بد نباشه که شما اذیت بشید. نمیدونم الان که سپلینگ
دیگه اسپروسامون یکم بیشتر شد، ما اینجا چیکار میکنیم؟ 4 تا از اینا میذاریم. یه دونه درخت اسپروس گنده اسپان کنه و حال کنیم بزنیم درخت رو کلی چوب ایزی. اوکی بچه‌ها دوباره ترید جدید اومد و بذارید منو بذارم اینجا. حالا که آیرون زیاد دارم 9 تا آیرون برمیدارم. بس تو 33 تا استرینگ میخرم. خب تختمون که جور شد، شب میتونیم بخوابیم دیگه. ایزی. بالاخره خوابیدن هم ما تونستیم ممکن کنیم داخل این وان بلاک با کمک ویلیجر تریدر عزیز. با کابلستونا میتونم سید بخرم از تو. بعد از اون کل روز 8 مشغول به جمع کردن چوب و کندن وان بلاک شدم. اوکی 497 498 499 اینم 500. جی وارد استپ 5 شدیم اگه اشتباه نکنم. کجا بود کندن؟ استپ 5 رو تموم کردیم، وارد استپ 6 شدیم که باید برسونیم به چند هزار بلاک؟ به 2000 بلاک، یعنی دقیقاً 500 تا بلاک بیشتر. او سنگ جدید اد شده. من الان اینو دیدم. گرانیت چرا دارم میگم؟ انقدر این چند روز دارم سی اس بازی میکنم. خب یعنی تنها آیتمی که اد شده به بلاک‌های جدید گرانیته، هیچ چیز دیگه اد نشده. چقدر سری تازگی ها این چند عوض میکنی. بس دیگه بالاخره درختی که منتظرش بودم بعد چندین سال رشد کرد و ایول اینو نفهمیدم تا موقعی که این خاک‌ها اینجا رنگش عوض شد. و الان دیگه چوب بچا واقعا به مقدار کافی داریم و میتونیم جزیره‌مون رو با خیال راحت بزرگش کنیم و قرار خیلی بهمون خوش بگذره. و بعد از اون تا روز 14 دوباره به کندن ادامه دادم. 998 999 و اینم 2000. یعنی چه آیتم جدیدی داره این استپ جدید؟ او ردستون داره. ایول بکام اورای جدید. امکان داره دایمندم توش باشه یا لپیز؟ اگه باشه واقعا باحال میشه. او کاپر داره. من اول کاپر خریدم اون همه چیز دادم. اوه گلد. اوکی دیگه مجبور نیستم ازت گلد بخرم. فهمیدی دلغک؟ گلد خودش میده به. دید تو بیشوری خودش شروع کرد به گلد دادن بهم. فکر کردم اگه ویلیجر خر اسپان میکنه اگه بهت گلد بدم. اکچولی الان میتونیم یه سری حرکت ها بزنیم. حالا که چوب زیاد داریم اینجا رو نگاه کن. اینجا ما کلی چوب داریم. میتونیم بریم یه خونه ای درست کنیم که چستروم رو داخلش قرار بدیم. یه جا برای درخت‌ها اوکی کنیم و یه جایی برای کاشتن سید و نمیدونم هویج و سیب زمینی. اوکی بچه‌ها من الان داشتم با خودم فکر میکردم و گفتم من چقدر احمقم. این داره اینجا به ما از این باکت آف پاورفیش میده به ما و ما میتونیم باکت آف پاورفیش رو بذاریم و آب به دست بیاریم. من چقدر حواسم پرته. بیا پاورفیش میافته پایین میمیره ولی ما اینجا آبو داریم. آب بینایت داریم ما الان. ایول خیلی خوب شد بچه‌ها، خیلی خوب شد. حالا که آب بینایت داریم خیلی خوشحالم و الان دیگه با خیال راحت میتونیم کشاورزیمون هم گسترش بدیم. خیلی خوشحالم. نمیدونم چجوری بهتون بگم. الان آب بینایت داریم ما اینجا. خیلی خب بچه‌ها الان ما رسیدیم به روز 24 و همینجور که دارید میبینید من این وسط رو که خالی کردم قشنگ. خیلی حاجی تو مخه. این از کجا آمد؟ تو از کجا اومدی؟ شما بیایید برین داخل. فعلا بهتون کاری ندارم. اینو من نمیدونم کی و از کجا اومد ولی خب کاری بهش نداریم. داشتم میگفتم من این وسط رو اینجا راحت خالی کردم که اینجوری بتونیم راحت این وان بلاک رو بکنیم و دیگه هیچ مشکلی نداشته باشیم. چیزی که من متوجه شدم باید یکم ما بکنیم. خب یعنی بازی جوری که بازی رو باید پیش ببریم اینه که ما بکنیم هی بریم لول‌های بعدی تا آیتمای جدید به ما بده. اینجا الان اوکی شد فعلا بر درخت‌ها. میدونم خیلی جای کوچولو موچبی گلخونه‌ها شده. خب دیگه تقریبا 3 بلاک دیگه مونده که اینم تمام بشه و برسه به 2500 تا. خب بریم بکنیم ببینیم تو فاز جدید چه بلاک‌های جدیدی دوباره بر ما اومده. آها یس بالاخره دایمند اضافه شد و اینم از اولین دایمند ما. بالاخره دایمند. چه عجب. بریم شبو بخوابیم تا باز فردا بریم سراغ کندن بلاکای بیشتر. کم کم داریم به آیتم میرسیم باورم نمیشه. بذار من از تو یکم گام پاودر بخرم بعداً واسه شاید کارم باشه. 26 تا دایمند بچا تا الان رسیده. فکر کنم بشه یه 30 خورده‌ای میتونیم راحت فول دایمند هم بشیم. این دفعه افتاد اون طرف دنیا دوباره. بریم ببینیم چی داره. همینجایی میکنم باز دوباره برمیگردم. یعنی من دارم این میکنم هی چندین بار. تو اگه بهت 9 تا دایمند بدم سری بعدی که تو بیای گاو وره من میاری. اوکی گاو خیلی چیز مهمیه چون چرم داره. من چرمشو واقعا میخوام.
ولی اگه بهم گاو ندی چی؟ نکن یه دونه 2 تا گاو ازت میخرم. خب بعد این جالبش اینه که سری بعدی که اسپان بشه بچه‌ها به ما چیز میده. بذارید کجا میای؟ چی میخوای؟ سری بعدی که این اسپان بشه بهمون چیز میده، بهمون گاوا رو میده. بیا اینجا جای تو اینجاست. برات نمی‌کن چه خونه خوشگلی درست کردم، سایه‌بون داره، حال می‌کنی دیگه. کجا می‌خوای بری؟ بعد سری بعدی با 2 تا دونه گاو باید بیای، یا اگه با 2 تا دونه گاو نیای کلاهمون میره تو هم و اتفاقای خوبی برات نمیفته. بعد خدا کنه این استپ رد بشه بازم بهم دایموند بده، چون دایموندامو دادم برای گاو. اوکی رفتیم استپ 8 و تا هنوز که تو همونی، هنوز هیچ فرقی نکردی. اینجا هم نکنی، تو این مدت کلی بلاک جمع کردم، کلی چوب، کلی اور اینجا رو، یا خدا. همه اینا من به خاطر کندم و ترید بام بنده خدا به دست آوردم دیگه. اوکی نایس. دوباره دایموندو بهمون میده و اینجوریه که دایموندمون تمام نمیشه. آها رفته وارد فاز ندر شده. آره داره بهم آیتمای ندری میده. ایول. ولی یه باحالی هم که داره، مثلا الان من وارد فاز ندر شدم. خب فقط آیتمای ندر رو بهم نمیده، آیتمای قبلی هم به صورت شانسی میندازه برام، ولی آیتمای ندر هم بهش اضافه میکنه و خیلی باحاله اینجوری. اوه پشمام چیز داد، انشن دبری داد. وایسا ببینم. اما کلنگ آیرونی نمیتونم بکنمش، مجبورم کلنگ دایموندی بسازم. وایسا حالا اینو مجبوریم دیگه، کلنگ دایموندی رو مجبوریم بسازیم دیگه. میده دیگه نه؟ اوه یس انشن دبریز جی. کجا رفتی؟ بگو تو رو خدا با گاو اومدی. ایول گاو. یس معاملمون شد. ایول دمت گرم. گاوای عزیز بیاین اینجا. بالاخره تو یه بار که شد قولت عمل کردی آقای ویلیجر و این آدم یه ترید درست حسابی با من کردی. او پشمام 14 تا گل 5 تا ایافندر میده دیگه. رفتن به اندمون تضمین شد. ایول. الان کاری که باید انجام بدیم جدای از کندنه اینی که تو روال کاره، اینو همش باید بکنیم. خب ولی جدای از اون باید یه جا هم برای گاو و گوسفندامون اوکی کنیم، که جایی که برای گاو و گوسفندامون میخوایم اوکی کنیم میتونه همین دور و بر باشه دیگه. هر جا خالیه یه جا میتونیم اوکی کنیم براشون، مگه نه؟ بریم امشب بخوابیم و فردا بریم سراغ اوکی کردن یه جا برای گاوامون. برو بریم. و اینم از این. خب حالا اینجا به نظر میاد فعلا جای کوچیک و باحالیه برای اینم این دفعه دیگه چه راهی برای فرار کردن انتخاب میکنید؟ بالاخره گندما به کار میاد. الان من میتونم از گندما استفاده کنم تا این دلقکا رو بریت کنم دیگه. یپی کجایی؟ تو که دیگه چیز زیاد خاصی نمیخواد ازت بخرم دیگه، فقط قشنگ وارد فاز ندر شدیم. نگاه کن داره آیتمای ندری بهمون میده دیگه. به نظر میاد فاز بعدی فاز اند دیگه و تا اون موقع ولی بازم کلی باید ماین کنیم. باید گندم هم دستم باشه، هر از گاهی بیام اینا رو بریدشون کنم دیگه که گاوامون هم زیاد بشه. اوه شت. با میشه تو وسط مزرعه من خراب نشی و خراب نکنی محصولاتمو؟ روباهه. اینم اکسلاتله. اکچولی اکسلاتل میتونیم بخریم ازش. اوکی اینجا هم برای این اکسلاتل قشنگمون اوکی کردیم و اینکه میتونی اینجا لذتشو ببری و از زندگی راضی باشی. اوکی الان بچه‌ها ما رسیدیم به روز 38م و من این سمتو کلا اومدم درخت کاشتم که باید صبر کنیم البته این اول رشد کنه. اینجا کلا تا الان ما 3966 تا بلاک کندیم و کلا مکسیممش همون چیزه، همون 5000 تا، یعنی از 5000 تا به اونور دیگه چیز جدیدی برای ما نداره. اسنیفر 3 تا اسنیفر بگیریم بچه‌ها. اسنیفر همون چیزاست، همون مابایی که به هیچ درد نمیخوره. اینجا میکارمش تا این به دنیا بیاد. خب حالا جدا از اون تا موقعی که اون اسنیفر به دنیا بیاد ما میتونیم داخل این دنیا ماب فارم بسازیم، چون از اونجایی که این داخل تریداش با بون و نمیدونم گام پاودر و گوشت زامبی و این چیزا سرکار داره، ماب فارم کل اون لوتا رو بهمون میده و میتونیم راحت باش ترید کنیم. چرا که نه؟ و برای ماب فارم ما نیاز به کلی بلاک داریم. اسلب هم به کارمون میاد. بذارید من اسلبا رو بردارم. آقا عالی. من داشتم اینجا این ماب فارم رو میساختم که فهمیدم من یه گندی زدم. اینجا نکنید من اینجا آب که بذارم این تا لبه بلاک آخر نمیاد. من یه دونه بلاک اشتباهی بزرگتر درست کردم و الان باید از دور تا دور این ماب فارم یه لایه کم کنیم و دهنمون سرویس خدا. راستی بچه‌ها داشتم نگاه می‌کردم اون اسنیفر کوچولومونم بزرگ شده و الان نگاه کنید روی اون وام بلاکه داره واسه خودش میچرخه اشغال میکنه. آقا بریم این گندی که الان زدیم رو جمع کنیم و ما فارمو تکمیلش کنیم بعد دوباره برمیگردیم.
ساختن مافارم به نظر میاد دیگه تمامه. این بالا رو من کلی تورچ گذاشتم، حالا اینو برمی‌داریم ما خودمون با مسیر آب میریم پایین. اولین باره دارم با اسنیپر روبرو میشم تو ماینکرافت. بیا اینجا ببینم، من میتونم بلندت کنم. بیا اینجا شبیه لاک پشت شبیه لاک پشت خیلی گنده ای تو. اوه شت، عجب مافارمی. تازه اینا هم رفتن گوشه. اوکی anyway الان واقعا خیلی چیز باحالی در اومد مافارمه و فکر نمی‌کردم انقدر اسپان کنه. یه چیزی که من فهمیدم برای اینکه بتونی پورتال اندو بسازی، اگه یادتون باشه بهتون گفتم اندو ما نمیتونیم پیدا کنیم فکر کنم داخل این دنیا، باید خودمون بسازیم. ما برای ساختن اند پورتال نیاز به اندستون داریم، شاید باورتون نشه. برای ساختن اندستون ما باید یه همچین چیزی درست کنیم. خب ما باید اینا همه رو چیز کنیم، سندستون کنیم اینجوری. خب حالا سندا رو که سندستون کردیم بعد میتونیم اندستون بسازیم. ما برای پورتال چند تا اندستون نیاز داریم؟ اینم از این 16 تا ما اندستون میخوایم. فعلا من همینو میدونم، فعلا میدونم که برای ساختن پورتال اند ما 16 تا دونه اندستون میخوایم. این 16 تا رو میذاریم اینجا با این 11 تا آیوفندر. آیوفندر هم کم داریم آجی، کاش که میتونستم آیوفندر بیشتری می‌داشتم. وارد روز 50 میشیم. 50 روز گذشت از بودن داخل این دنیا. اینو چقدر گنده شد، پشمام. اسم تو رو من میذارم چیز، اسم تو میذارم برنارد. ایول چقدر داره بهم انشن دبری میده. خدایی میتونم فول ندرایت شم. البته باید اون آیتمی که اسمش چی بود، ندرایت آپگرید یه چیزی بود، بعد اونو داشته باشیم. اگه اون نداشته باشیم که باختیم. اولا تو 6 97 98 99 و آخریش دوباره دبریه. ایول تموم شد، وارد فاز آخر شدیم. میدونستم دیگه از این 5000 بلا کاره دیگه چیز جدید دیگه به ما نمیده. یعنی این آخرین باریه که دیگه چیز جدید قرار به ما بده، احتمالاً داخلش ابسیدین باشه. اوه بالاخره چیز داد. اسکالک بچه‌ها، اسکالک خیلی چیز مهمیه. یه استک دایموند، 30 تا انشن دبری. باورم نمیشه انقدر زیاد داریم ما. خب بذارید براتون بچه‌ها تعریف کنم که داستان چیه. اوه ابسیدین، بالاخره ابسیدین داد، پشمام. برای اینکه بتونیم بریم اند پورتالو بسازیم، اول من بهتون گفتم که به 16 تا دونه اندستون نیاز داریم برای دورش. الان فرض کنید ما می‌خوایم اینجا یه دونه اند پورتال بسازیم. این 16 تای دور رو ما باید اندستون بذاریم. این 8 تای داخلشو باید از اون بلاک‌های اسکالک بذاریم که همونایی که داخل انشن سیتی ان که دیدین کندمش، که اونا رو باید سیلک تاچ داشته باشیم تا به دستش بیاریم. پس انیوی ما باید سیلک تاچ رو به دست بیاریم و برای اینکه بخوایم بریم اند باید سیلک تاچ. اینا رو الان نگاه کنید. بعد 8 تا از اینا اینجوری دور تا دور بذاریم و بلاک وسط رو کراین ابسیدین بذاریم که اند پورتال ما تشکیل بشه. نمیدونم چرا همچین رسیپی بازی برای ما ارائه کرده، ولی خب مجبوریه. ولی اینو نمیشه همینجوری کند. همینجوری که میبینید بهمون هیچی نمیده. بعد بتونیم سیلک تاچ به دست بیاریم و سختی ماجرا همینه. حالا که دایموند زیاد داریم، من خودم فول دایموند میکنم، چرا که نه. 10 تا ابسیدین رو گیر بیاریم میتونیم بریم ندر. از داخل ندر میتونیم چیز پیدا کنیم، پیگلین پیدا کنیم و با ترید با پیگلینا میتونیم کراین ابسیدین رو به دست بیاریم. ولی مهمترین چیز الان این اسکالکاست که اسکالکا رو واقعا باید چیز داشته باشی، سیلک تاچ داشته باشی. تریال کی از اینا هم ویلیجر اگه به من بده خیلی خوبه. از اینا بده خیلی خوبه. سگ پشمام بالاخره مندی رو پیدا کردم. ایول شبیه خود مندی آجی، فقط یکم سفیدتره. میدونی از اونجایی که سگ اسنوویه چقدر خوشگله آجی. ایول ابسیدینا رو بده، ما حداقل بریم ندر یه تریدی با پیگلینا بزنیم. حداقل شاید تا اون موقع باز تریدای جدید آورد، چون واقعا من الان یا باید شوگر کین به دست بیارم، نمیدونم واقعا اگه شوگر کین به دست نیارم نمیتونم سیلک تاچ بگیرم. بریم ندر. بابا بی خیال، هیچی نداره. امیدوارم پلتفرمی الان میسازم چیز بشه، اسپان بشه. Complete all requests for visitor. بعد تمام این کوئستا اینو پر کنم. وایسا الان بد از کجا بیارم؟ رنگ قرمز از اینا دراپ میشد. وایسا اسکلتون هد، زامبی هد، پشما. وایسا من چرا انقدر ایفکی ام؟ بون میل داریم. آها این چیه؟ آها yes actually work. جی الان 9 تا بهش میدی بلاک. الان میخواد بمونه دیگه نمیره. چی شد؟ یه ویلیجر عادی شد. yes بالاخره. میشه ساخت با هد میشه ساخت. اگه اینو چیز کنم، اگه اینو دراپ کنم تو وید چی میشه؟ ویو شروع شد. زامبی اسپان شد. داداش لگم من. نزن.
اینا رو اینا میخوان منو بکشن. اوه اسکلتون هم اسپان شد. اولین تلاشم برای شیلد گرفتن. با ویو 3 هنوزم ویو داریم. پشمو. زامبیا چیزیه. خدا کنه کریپر چیزی اسپان نکنه. زامبی اسکلتون شیلد دارم میزنمش. اوکی تمام شد. بردیم. کلیدار داد 2 تا کلید بهم داده. اول تیر امرالد، کلید دوم امرالد، گلدن کرت. بهم پوشن ریجن داد، امرالد داد یکم، با یکم گلدن کرت. هیچ چی دیگه بهم نداد. عالی هستی. اینم از کلید آخر. گوشت مخصوص داد بدیم به مندی. 5 تا کلید داد. امرالد، یه دونه پوشن عجیب غریب برای بد اومن. او یه دونه انچنت چنلینگ. یه دونه انچنت دیگه افیشنسی 3. بعد از اون تصمیم گرفتم یه جا برای ویلیجر که به جزیرم اضافه شده درست کنم. همین مابینم کلی از اون تریال کیا ساختم تا بتونم اون چستا رو اسپان کنم و با مابا بجنگم تا شاید بتونم از داخل لوتش انچنت سیلک تاچ به دست بیارم. اوه شت. یه دونه بریز. اوه داداش اینجوری دنیامو خراب میکنه تو. وای بیا بمیر آشغال. داداش همه فارمامو خراب. اوه یه اسمارت. بنازم مندی داداشم بده کلید. اوه اندرپل داد پشمام. بعد از اونم رفتم داخل ندر با پیگلینا ترید کنم و گلدامو بدم بهشون تا شاید اونا بهم کراین ابسیدین بدن. آها کراین ابسیدین. ایول مرسی کراین ابسیدین داد. خیلی خوب شد حاجی، خیلی خوب شد. دمت گرم. دیگه مشکل پورتالمون هم کراین ابسیدینش برطرف شد. فقط تنها چیزی که الان میخوایم اسکالکه که باید سیلک تاچ بخریم تا خطر دیگه ای ما رو تهدید نکرده برگردیم. یا خدا به دنیا حمله شده. نه الان 2 تا راه مونده برامون دیگه. یا دوباره تریال کی بذاریم و هی صبر کنیم ببینیم انچنت سیلک تاچ بهمون میده یا نه، یا همین که انقدر بکنیم که ویلیجر تریدرمون بالاخره یه تریدی بده تا بتونیم انچنت سیلک تاچ رو به دست بیاریم دیگه. ایده دیگه ای ندارم. چقدر بد انشن دبری هست ولی نمیتونم من خودم فول ندروید کنم. اوکی این دفعه لوتا چیه؟ سیلک تاچ. یس بالاخره سیلک تاچ. وای باورم نمیشه سیلک تاچ شد بهم. وای خدای ممنون بالاخره. اوکی دایمندا رو بده به من با چوب. اینو میندازم اینجا و اینم از سیلک تاچ. اوکی حالا که سیلک تاچ داریم ما فکر کنم دیگه الان بتونیم چیز کنیم. الان بتونیم این اسکالکا رو بکنیم. فقط باید من انقدر بکنم که اسکالک بهمون بده. ها یه دونه اومد. اینم از سیلک تاچ. ایول بلاک اسکالک. خب بعد ما 8 تا جمع کنیم. اوه چقدر قرار طول بکشه باز. ها اینم از 8 تامی بالاخره تموم شد و بریم متریالا اضافه رو بریزیم این تو. دیگه انقدر تو این متریال خوب ریختم دیگه جا نداره. پشما 8 تا اسکالک داریم اینجا، 28 تا آیا وندر داریم، 16 تا اندستون، این 4 تا کراین ابسیدین هم برمی‌داریم، اندر پرل هم برمی‌داریم برای موقعی که با دراگون خواستیم فایت بدیم به کارمون میاد. کفشم، شلوارم، چست پلیت و کلاه. واقعا ناراحتم که انچنت گیرم نیومد داخل این بازی و از همه مهمتر نتونستم این درت اسکرپ و این انشن دبری رو یوز بدم و خیلی واقعا ناراحتم کرد، ولی خب دیگه چاره‌ای نداریم. خب اول از همه باید لایه آخر رو بذاریم، یعنی اندستونا که اینجوری اگه اشتباه نکنم. و لایه بعدی اسکالکا. وای امیدوارم کار کنه فقط. و لایه آخر کراین ابسیدین. اوه داره کار میکنه. پشمام پورتال اندو ساختیم. جی ایول. حالا ما باید چیکار کنیم؟ باید این چیزا رو کامل کنیم، این چشماشو که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. یس این از اند پورتال ما. بالاخره داخل این دنیای وامبلا که لعنتی تونستیم اند پورتال رو بسازیم. خیلی کار سختی بود بچه‌ها، پاره شدیم و بریم ببینیم میتونیم فول دایموند بدون انچنت دراگون رو بزنیم. شل دستبازی در نیار دنیز، شل دستبازی در نیار. باز بچه‌ها تو کامنت ها بهت میگن شل دست. از جایی که من الان زیاد اوپی نیستم باید حواسم باشه به اندرمن هم نگاه نکنم، چون اندرمن 2 3 تا بیفته
به جونم کارم تمامه. اوه ماشاءالله دنیس ماشاءالله. دست نبودی این دفعه. وای نه داشتی شل دست میشدی. 2 تا برج مونده. نه کن اینجا ردیفی تیر خورده اینجا. اوکی اینجا رو آب بذاریم بریم پایین. خب داره میاد بشینه من باید زودتر برم. آها وای امیر وای بلند نشو خیلی گاوی. خب الان با بومی میری بیا. چی شد مثلا؟ خب همینجا میذاشتی بکشمت دیگه. جی جی یس. یعنی لذت جمع کردن این XP از لذت کشتن دراگون بیشتره. چرا اندینگ ماینکرافت این شکلی شد؟ و اگه دراگون رو میذاریم همین وسط. دقیقاً همین وسط. خب حالا که دراگون رو کشتیم و تقریبا رسیدیم به روز 80 میخوام این 21 روز باقی مونده رو بیشتر سعی کنم بیسمون رو تکمیل کنم. دور و بر رو خاک بذاریم پرش کنیم و یکم تزیینش کنیم. برو بریم. خب بچه‌ها بالاخره بیلد کردنم تموم شد و بذارید جزیره نهایی رو بهتون نشون بدم. اینجا شد که اتاق خواب من، البته اتاق خواب که یه خونه برای خواب، و کلا این ورو زیاد دیزاین خاصی نکردم چون که خاک تمام کردیم و خاک نداشتیم ورو دیزاینش کنیم. اینجا قرار بود یه جایی بشه برای حیوانامون که واقعا نشد چون که حیوان خاصی نداشتیم ما داخل این وان بلاک و ویلیجر واقعا تریدای به درد نخوری به ما میداد و کلا حیونا نداشتیم. اینورم می‌خواستم چیز کنم استبلش کنم برای اینا و خیلی خوشگل ترش کنم که نشد. اینجا رو به جاش درخت کاشتم برای دیزاین و این ورم که درخت کاشتم. اینجا هم لاک پشت و اکسلاتلمونه و اینکه کم کم داریم به آخرین ویدیو 100 روز میرسیم و در کل امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. حتما بچه‌ها یادتون نره اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو برام کامنت کنید و اگه جدید هستید میتونید من رو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتید این مپ رو براتون داخل دیسکورد بذارم حتما داخل کامنت ها بنویسید. داخل ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا